افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. سلام نبیره‌های بیبی. انا شب هم در رسید. امروز من برای شما افسانه خیلی زیبا از کتاب افسانه های خلق تاجیک بوزکی جینگیلاپا را میخوانم. آماده؟ پس با دقت باشید. بود نبود یک زمانی در یک مکانی بوزکی بود نامش جینگیلاپا. برای آن نامش جینگیلاپا بود که مویهای 4 پایش جینگیلا بودند. جینگیلاپا 7 بچه داشت. الولک، بلولک، خشتگی سری تنورک، تاک چپرک، میخ چپرک، بالاشینک، تهشینک. جینگیلاپا هر پگاه به دشت و صحرا رفته. به شاخکش علف، به دهانکش آب، به پیستانکش شیر می آورد و در خانه‌اش را تق تق زده می گفت: آه، الولکم، بلولکم، خشتگی سری تنورکم، تاک چپرکم، میخ چپرکم، بالاشینکم، تهشینکم. در را کشایتان، در شاخکم علف، در دهانکم آب، در پیستانکم شیر آوردم. تهشینکی زیر در پاییده می نشست، زنجیری در را می کشد. الولک و بلولک از میان خانه تاخته می آمدن. خشتکی سری تنورک از بالای تنور می فرامد. تاک چپرک از تاقچه خانه می فرامد. بالاشینک از تابدان جهیده می فرامد و بوزیچه ها گرد آبچه‌شون را گرفته آب و علف و شیر می خوردند. روز سگی از پیش خانه بوزک جینگیلاپا می گذشت که آوازی بوزک را شنید. بوزک در خانه‌اش را تق تق کرده می گفت: آه، الولکم، بلولکم، خشتکی سری تنورکم، تاک چپرکم، میخ چپرکم، بالاشینکم، تهشینکم. در را کشایتان، در شاخکم علف، در دهانکم آب، در پیستانکم شیر آوردم. بوزیچه ها در را کشادند. بوزک به خانه‌اش در آمد. سگ باشد روزی دیگر آمده، خود را نشان نداده پاییده ایستاد و همین که بوزک بر آمده رفت، آمده در خانه را تق تق زده گفت: الولکم، بلولکم، خشتکی سری تنورکم، تاک چپرکم، میخ چپرکم، بالاشینکم، تهشینکم. در را کشایتان، در شاخکم علف، در دهانم آب، در پیستانکم شیر آوردم. تهشینک گوش کرد که آوازش آوازی آچه‌اش نه. تو آچه ما نیستی، گفت. آچه ما حالا رفت و زود نمی آید. رو بیهوده آوارد نشم. سگ ناامید شده رفت. در همان زمان و در همان مکان یک گرگ و یک شغال هم بودند. گرگ و شغال هم فهمیدند که بوزک 7 بزغالچه خوشرویک و فربهکک دارد. شغال آمده در بوز را تق تق زد. بزغاله ها آواز شغال را شنیده فهمیدند که این آوازی آچه‌شان نیست. در را نگشادند. بعد گرگ آمد. گرگ در را کوفته گفت:
بلولکم بلولکم خشتکی سری تنورکم توق چپرکم میق چپرکم بالاشینکم تاشینکم در رو کشوید در شوخکم علف در دهانم آب در پیستونکم شیر آوردم. تو آچه ما نیستی گفت شینک. آوازی تو دیگر رب بیهوده آوارو نشد. در را نمیکشایم. من آچهتان میشوم در را کشایید گفت گرگ این دفعه آوازش را با آوازی بوس مانند کرده. اگر تو آچهیم مای پایت را نشانده گفته با نزد در آمد علولک. گرگ پایش را از تهی در دراز کرده نشان داد. تو آچه ما نیستی آچه ما جنگیل پای زیخ موی پای تو زرد بزیب رفت از اینجا در را نمی کشایم گفتند علولک و بلولک. ای بچه های قابلکم گفت گرگ در را بالای قیتیدم پایم لای آلود شد زود در را کشاید که علف در شاخم خشک می شود آب از دهانم شیر از پیستانکم می ریزد. رب پایهایت را شسته بیو اگر مثل پای آچه عمل شود ما در را میکشاییم. ها گفت خشتکی سری تنورک از سری تنور فرامده. گرگ رفته با پایهایش رنگ سیاه مالیده موی پایهایش را جنگیله کرده آمده گفت تاشینکی در کشایم انا پایهایم را شسته آمدم در را کشا. تاشینک نگاه کرد که با پای آچهش مانند است در را کشاد. گرگ هجوم کرده در آمد تاشینک را خورد علولک را خورد بلولک را خورده دید که خشتک سری تنورک در پشت تنور پنهان شده است. تاق چپرک به تاقچه و میخ چپرک به سر میخ جسته برآمده است. بالاشینک در تابدان پنهان شده است. گرگ همه اینها را داشته خورد و دماغش چاق شده خنده کرده و سرود خوانده برآمده رفت. یک وقت بوزک آمده دید که دری خانهش کشاده و نه علولک هست و نه بلولک نه خشتکی سری تنورک هست و نه تاشینک و نه بالاشینک نه میخ چپرک هست و نه تاق چپرک. با پشت تنور نگاه کرده دید که خشتکی سری تنورک هم نیست. بچه های نادانکم گویان بوزک علفش را از شاخش گرفته ماند و آب آوردهش را به کوزچه انداخته شیرش را به خرمچه دوشیده برآمده رفت به خانه سگ. بالا با میسگ برآمده با پایهایش دوک دوک زدن گرفت. به خانه سگ آشنایش مهمان شده آمده بود. سگ برای مهمان خوراک میپخت. ناگاه بوم دوک دوک شد و از شیفت خاک ریختن گرفت. خورترکان عزیز، شما قسم اولی افسانه بوزک جنگیلپا را در قرائت براحت شکرو شنیدید. ادامه افسانه را پگاه خواهید شنید. افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. خواب شیرین برای